ببین بابا جان، من سوال رو دیگه خیلی میگذارم. چرا امام علی رحمان با خانوادهش از پی دولت سازی و ملت سازی و ساختار سازی و نهاد سازی در تاجیکستان باشد؟ چی ضرورت دارد؟ کی از او این را طلب میکند و کی طلب کرده است؟ چرا خودش را عذاب بتید، خودش را غم بتید، خودش را بالای این مسئله فکر کند وقتی یک ملتی که او را تحمل کرده ایستاده است؟ من باور دارم ملت تاجیک همین روزه یک هفته، یک ماهنه، 6 ماهنه، طول سال اگر برق ندهد هم همین ملت و همین چاپلوسان، همین طرفداران امام علی رحمان بهانه و دلیل پیدا خواهند کرد برای سفید کردن امام علی رحمان. پس امام علی رحمان برای چی بیاید خودش رو زحمت بدهد، منصبدار رو از کار عوض کند؟ اصلا برای چی پول ملت رو برای تجدید ساختارهای برق و شبکه گرمدهی و برای تولید جای کار اینا صرف کند، با جای آنکه بفرستد به صورت حسابایش وقتی که ملت طلب نمیکند؟ من اصلا نمیفهمم. ببینید ملت تاجیک حدی اکثر جرأتش چی هست؟ وقتی که برق ندارد حقارت میکند مسئول برق تاجیک رو، همون کسی که با گفت خودش روبیلنیک در دستش است و فکر میکند که اگر مسئول برق تاجیک رو میتوانند با درست کردن این زیر ساختارها حداقل میتوانند درآمدشون رو بیشتر کنند. نه برای این ببینید، حالا برای این فکر اقتصادی داشتن در کار، برای این یک سطح پایان مینیمالی دانشی دولتداری و ملت سازی و اقتصادی را داشتن در کار. اما ببینید ملت تاجیک به کدام حد رسیده است. ما مانند یک نفر شده ایم که یک کس ما را با کلتک یا با شمشیر میزند، ما با جایی که اون جلاد را دشمنی خود بدانیم و تنقید کنیم یا اون نفری که ما را با کلتک میزند، ما با همون کلتک بحث کرده ایستادیم. ما کلتک رو میگیم برای چی ما رو میزنی؟ اون مسئول برق، اونه که روبیلنیک در دستش است، حتی اون رئیس شرکت برق تاجیک، اون همون کلتکی است که امام علی رحمان توسط اون ما رو میزند. ولی ما جرئت نداریم که با اون جلاد، با اون ظالم بحث کنیم، فقط میایم با اون کلتک بحث داریم، با اون شمشیر یا با اون وسیله که با اون ما رو عذاب داده ایستادن. من فکر میکنم امام علی رحمان هیچگاه دنبال ملت سازی و دولت سازی نخواهد بود. برای چی؟ اگر تاجیکان ملت شوند، اگر تاجیکستان دولت شود، دولت به معنای واقعی کلمه، در این گونه دولت و در این گونه ملت یکون که پیشوا در کار نیست. اصلا پیشوا برای ملت عیب است. پیشوا برای یک توده، برای یک قبیله مهم است و امام علی رحمان میخواد که تاجیکان به نام ملت و به نام دولت دارای اون نشانه های رسمی دولتی مثل پرچم، گیمن، پارلمان، کنستیتوسیا باشد، اما در اصل ماهیتا یک قبیله است، یک توده هست که از طرف پیشوا اداره میشه. چون اگر ما ملت شویم، ما دولت شویم، یک نفر نمیتواند 30 سال با خانواده‌اش یک ملت و یک دولت را در اصل 21 حکمرانی کند. پس چگونه امام علی رحمان منفعت دار بود است که از تاجیکان ملت بسازد و از تاجیکستان دولت؟ به هیچ وجه. او طرفدار آن است که انا همین سیستم دوام کند، همین شکل باقی بماند و ملت تاجیک هر وقتی که بی برق ماند مسئول برق را حقارت میکند، هر وقتی که پاره دادنی شد همون رئیس جماعت و کارمند کمیته زمین رو نمیدونم دکتر را حقارت میکند، اینها را پاراخور میداند. تمام مشکلاتش را در منصبداران پایان میبیند و از همه مصیبت بدتر باز ملت دعوا دارد که این منصبداران و مسئولین پاراخور و مفتخور آبروی امام علی رحمان را میریزانند، او را فریب میکنند. من در این بچه‌ها وقتی میفرستن میبینم در اونجا نوشتند، هم برای همین وقتی که گفتم که نظر مردم چی است، در اونجا نوشتند که جناب عالی را کارمندانش فریب میکنند. و این افسانه کی باور میکند؟ امام علی رحمان که تجربه 30 ساله حاکمیت دارد، تمام امور تاجیکستان در دستش است، در خانه تمام مردم و اداره ها کامرا مانده است و همه را نظارت کرده ایستاده است. کدام وزیر، کدام رئیس کمیته، کدام منصب رئیس ناحیه، شهر و ولایت او را جرأت میکند که فریب کند؟ امام علی رحمان ما و شما را فریب کرده ایستاده است 30 سال باز. نه اینکه مردم او را فریب کنند، او مردم را فریب کرده ایستاده است. اما باز مصیبت ملت هم در همین است که یک ایده پیدا میشوند که میگویند که این منصبداران پایانی به چشم جناب عالی خاک میپوشند، او را فریب میکنند، او را در پیش مردم آبرویش رو میریزانند. نه دوستان گرامی، بس از این گونه افسانه کردن باید به این نتیجه برسیم که نه، او است که به چشم مردم خاک میپوشد
مردم را فریب کرده ایستاده است. یک ایده از منصبداران پایان، چاپلوسان و این آبصاف کنک ها، اینا مشغولن که در کامنتاری و در شبکه ها و در مقاله ها و رسانه هایشون وضعیت را برعکس نشان بدهند. بله، همون در خیلی که شما فرمودید دوستان، در همین شبکه ها و در اینا یک چیزی هم خوندم که گفتن در این قضیه آخری که در شهر دوشنبه رخ داده است، کسانی بودن دست دارند و گناهکار هستند که میخواستند شهردار دوشنبه را اونها بدنام کنند، اونها عمدن دست به خرابکاری زدند و چنین چیزهایی را به وجود آوردند. ولی اینم نشانه یا ادامه انا همون پیارسازی هست که در مصیبت ملت میخواهند باز از یک نفر شخصیت بسازند که گویا یک گروه من و شما مثلا همین اگر کی منفعت دار است که در تاجیکستان در همین شرایط امروزه مثلا ضعف و ناکارگی حکومت تاجیکستان آشکار شود، کی منفعت دار است؟ اپوزیسیا. آیا من و شما قدرت داریم که همین کار را در تاجیکستان انجام بدیم؟ بیایم شبکه برق را کارشکنی کنیم یا که مردم را بگیم شما پاره بخورید، سیستم دولتداری را پاره خور کرده باشیم، مردم را عذاب بدیم، منصبا را بفروشیم؟ آیا ما میکنیم؟ آیا یگان نفر در داخل تاجیکستان جرأت دارد از مقامات مثلا رئیس کدام ناحیه، رئیس کدام ولایت، کدام وزیر قدرتی یا غیر قدرتی که این کار را بر ضرر خانواده امام رحمان انجام بده؟ یعنی یکی از نشانه های افسانه بافی و اون هم از طرف رسانه‌دارها و بلاگرها و از طرف به نام زیایان و مردم صاحب قلم همین است دیگر. وقتی من میگم که از مصیبت ملت باز همچون پیار استفاده میکنن برای یک نفره، انا همین است که یا باز کسی هم بجا هم بگه که این خودش بی‌هنر است، این خودش مسئولیت خود را انجام نداده ایستاده است، باز میگن که کسانی هستند که برای بی‌هنر نشان دادن این گونه کارشکنی کردن، سابوتاژ کردن و غیره. واقعا ما مصیبت ما ملت تاجیک مصیبت اندر مصیبت است. اپوزیسیونش هم مصیبت است، روزنامه‌نگارش هم مصیبت است، مردم ملتش هم مصیبت است و مصیبتی از همه کلان باز خود حکومت و حکومتدارانش است.